سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به یکی دیگه ویدیو کار مفتفن خیلی خوش اومدید. دوستان تو این ویدیو اومدم نحوه دریافت کانفیگ های ویتوری به صورت نامحدود رو بهتون آموزش بدم. دوستان این آموزش کاملا رایگان هستش. شما میتونید بدون حتی یک ریال هزینه هم بتونید بی‌نهایت کانفیگ رایگان ویتوری انجی دریافت کنید و ازش استفاده کنید. قبل از دیدن ویدیو رو لایک کن، کانال من رو حتما سابسکرایب کن. سوالی بود در قسمت کامنت بنویسید، حتما بهش پاسخ میدم. خب دوستان، شما برای انجام این کار فقط کافیه که فیلتر شکن رو روشن کنید. البته اگه شما فیلتر شکن درست حسابی ندارید میتونید وارد چنل من بشید. چند تا فیلتر شکن بهتون معرفی کردم، یا اگر خواستید آموزش های ساخت کانفیگ ویتوری هم در چنل هست. حتما یه سری به اون آموزش ها بزنید. خب بعد از اینکه فیلتر شکن روشن کردین، وارد فروشگاه پلیر میشید و اسم برنامه شادو شیر رو سرچ کنید. دوستان این برنامه هستش که شما باید اون رو دانلود کنید. البته اگه شما نتونستید اون رو پیدا کنید هیچ مشکلی نیست. من لینک این برنامه رو در کانال تلگرام خودم قرار میدم. لینک کانال تلگرام در دیسکریپشن همین ویدیو موجوده. فقط کافیه که روی نصب بزنی و برنامه رو نصب بکنی. خب دوستان، حتما برای ورود به این برنامه باید به یک فیلتر شکن متصل باشید. حالا من به فیلتر شکن متصلم و وارد برنامه میشم و صبر می‌کنم این برنامه برای ما بیاد. خب میبینید که محیط بسیار ساده داره این برنامه و فقط دو قسمت داره. اینجا ما با قسمت دوم اصلا کاری نداریم و قسمت اول که پروتکل‌های شادو ساکس ویمس و تروژن داره به ما نمایش میده، ما با اون کار داریم. خب اینجا اول از همه اینجا نوشته که سرورها خود به خود آپدیت نمیشن. شما باید به صورت دستی اونا رو آپدیت کنید. حالا من چرا گفتم فیلتر شکن دستشه؟ چون به خاطر آپدیت کردن سرورها. برای آپدیت چیکار میکنید؟ فقط کافیه که روی این گزینه اینجا کلیک بکنی و سرورها به طور خودکار میبینید که داره آپدیت. خب آپدیت شد. ما حالا میخوایم این سرورها استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ اینجا یک پروتکل رو انتخاب کنیم. 3 پروتکل داره: شادو ساکس، ویمس و تروجان. حالا من بیشتر پروتکل ویمس رو بین اینا انتخاب میکنم چون پایدارتر و بهتر است. پس روی گزینه ویمس کلیک میکنم. خب اینجا میگه که انواع کانفیگ ها داره به ما نشون میده که تعدادشون واقعا زیاده. چطوری از این استفاده کنیم؟ اگر خواستید روی این گزینه کلیک بکنید ببینید که کپی شد و اگر نه روی این کلیک میکنیم ما کیو آر کدش رو میبینید که به ما نشون میده. دوستان برنامه واقعا خوبی هستش که نامحدود کانفیگ داره. ما اگه بخوایم همه این کانفیگ رو یک جا داشته باشیم، یعنی 3 پروتکل شادو ساکس، ویمس و تروجان داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ فقط و فقط کافیه که اینجا روی این گزینه، اینجا الان دارید فلش میزنم بهش نگاه میکنید، روش کلیک کنید. اینجا 2 گزینه میاره: کپی تو کیبورد یا همون کیو آر کد. خب اگه خواستین روی کپی تو کیبورد میزنید کپی میشه و اگر نه روش کلیک میکنید و میبینید که کیو آر کدش رو داره به ما نمایش میده. حالا بریم اونا رو وارد برنامه ویتوری انجی کنیم ببینیم که آیا کار میکنه یا نه. خب بیرون میایم، وارد برنامه ویتوری انجی میشیم. اینجا روی گزینه مثبت کلیک میکنیم، گزینه دوم پیکر بندی میزنیم. اینجا میبینید که موفقیت رو نوشت. حالا اینجا روی گزینه میزنیم و بروزرسانی اشتراک رو میزنیم. ببینید که من یه بار دیگه بروزرسانی رو زدم و کانفیگ ها آپدیت شدن. میبینید که کانفیگ ها برای من اضافه شدن دوستان و شما لیست اون کانفیگ هایی که من الان تونستم اضافه کنم رو دارید مشاهده میکنید. میبینید که تعدادشون واقعا بالاه و ما اگه بخوایم دونه دونه اینا تست کنیم و ازش استفاده کنیم واقعا زمان میبره. خب چیکار میکنیم؟ اینجا رو 3 نقطه میزنیم و تأخیر واقعی همه پیکربندی ها رو انتخاب میکنیم و سعی کنیم که پینگ همه این کانفیگ رو به ما بده. اون سرورایی که کار میکنن دارن پینگ بهتری میدن. برای مثال این سرور پینگ 994 ما میده که اگه من یک تست بگیرم میبینید که پینگ 758 رو داد. حالا اگه ما بیایم پایین میبینید که سرورهای بهتری هم هست که ما میتونیم به راحتی به اونها کانکت بشیم و تعداد اینا بسیار بالاه. خب دوره میایم پایین‌تر تا سرورهای بیشتری رو ببینیم. برای مثال پینگ این سرور به من 1100 داد که من اگه تست بگیرم میبینید که پینگ 1061 رو به ما میده. به نظر من شما باید با اون اینترنتی که دارید، حالا چه اینترنتی از ایرانسل هستید، رایدل از مخابرات هستید، یک سرور رو پیدا کنید. برای مثال با اینترنت من این سرور سازگار بود که پینگ 442 به من داد. خب دوستان، پایان ویدیو و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگر تا اینجا ویدیو همراه من بودی و این ویدیو رو لایک نکردی حتما این کار رو انجام بده. چنل رو سابسکرایب کن و سوالی بود حتما در قسمت کامنت برام بنویس.